اولین کاری که باید بکنیم توی ایزولاسیون و آببندی کف سرویس همون تولد این کفشور و خروجی کاسه توالت ایرانیه که قشنگ بعد اول یه مقدار این لوله رو با گرز کوچیک پر کنیم و بعد یه لاگونی فارسی بر بندازیم تو دهنش که قشنگ این آببندی بشه و بعد از اون یه لاقیر خالی میریزیم رو کل کف سیمان، دیوار و کف و بعدش دوباره قیر و یه لا دیگه گونی. حالا بستگی داره جایی که هستی 3 لا یا 2 لاش دیگه به سلیقه خودتونه. قشنگ آب بندیش کنید، ولی به این نکته ای که دم لوله مهمه دقت کنین، حتما این کارو بکنین. اول یه دور فارسی بر بندازید این لوله رو قشنگ فیکسش کنید با کف، بعد بقیه کار